امروز میخوام یک ضرب المثل بی‌نظیری رو برای شما یادآوری کنم که به نظرم همه باید اینو بزرگ بنویسن، در جایی نصب کنن که بتونن هر روز ببیننش. گاهی اوقات ما فکر میکنیم دیگه به گذشته بر نمیگردیم، در حالی که اتفاقات جهان غیر قابل پیش بینیه و ممکن هست خیلی زود به همون محل به همون آدم دوباره مراجعه کنیم. پس موقع رفتن تمام کاسه کوزه ها را نشکنید و پل‌های پشت سرتون را خراب نکنید. خراب نکردن پل‌های پشت سر به این معنی نیست که در هر رابطه‌ای به هر قیمتی بمونید و تحمل کنید، بلکه به این معنی است که حالا که میخوای برید با یه خداحافظی محترمانه باشه، نه با کینه و نفرت. همین خداحافظی محترمانه ممکن است بعد از سالها دری بروتون باز کنه که خودتون هم شگفت زده بشید. پس این ویدیو را بفرست به عزیزی که میخواد بره، حواسش باشه پل‌های پشت سرش رو خراب نکنه. به امید خدا.